توهی با پیش رو اومده، اتحاد از راه دور پیش رو. اگه امروز پشت میکروفونم دلیل داره، اونا ستاره میشن و نمیدونم در این باره. فقط کمی تکنیکاشون شبیه ماه، همچنان نوجوان پسندن مثل هری پاتر. صبر کن این با دنیای واقعیته، مایه سره جادوگر یه کارگره. مردم اطراف میفروشنت با یه سره، کسایی که تو رسیدن انگشتاشون لایه دره. ما زحمتو کشیدیم تا این درخت بزرگ شد، نمیخوام میوه یه کارشو مثل احمقا بچینی. رو آهنگات کار کن باید خودت بشی، چون همه چی آماده است فقط باید خودت بدونی. خیلی از اتحاد بین ما میترسن، چون بعد مرگ بچه هامون عین ما میجنگن. ما جون دادیم به این باسی از دهه 80 و امروز این سبک شده مسخره اطفال. روزگار سختیه وقتی توهی مجبوره که آن پسند کار کنه و مثلا چند تا کار بلد اسم کارشو بذارن ناپسند و خودشون برن بخونن از پاهای شاورک قانون. رضا بزا یه جا برنامه ها رو چفا کنم تو لندن. پای فوری برنامه ها رو بچین که به زودی میام حتما. داری میبینی که تلاش میکنم داورا برای حذفم. رپ فارس و جهانی میکنیم تا همو بترسن. رضا بزا یه جا برنامه ها رو چفا کنم تو لندن. پای فوری برنامه ها رو بچین که به زودی میام حتما. داری میبینی که تلاش میکنن داورا برای حذفم. رپ فارس و جهانی میکنیم تا همو بترسن. دهه 80 بود آخر 79، سخت بود بزنی حرفاتو رک، ولی متحد اومدیم دوباره پیشت با اینکه فاصلمون نزدیک دوباره میشه. استعداد داری در خدمتی نداریم زنگ بزن اگه پر دلار جیبت، چون با تو من ندارم کاری. تو اگه داری از پیش رو باشه این شماره پیشت. اصلا باورت میشه ما تو زیر زمین بودیم بعد رسیدیم تو این حد، الانم قولیم بدجوری ما تو این دشمن واسمون کوبید دست. یه لقمه بزن بی تعارف میگم یه خورده به من. سخت گذشته بود و شعرهایی نوشتم که دست خط من نبود و در حد من نبود. تنها تو غربت دور از همه دیدم واسه زندگی پولم کمه. بگذریم اصلا شیطون گولم زده، الانم با قدرت ضریب تو هوا بقیه رو داریم مثل صلیب سرخ. رضا بزا یه جا برنامه ها رو چفا کنم تو لندن. پای فوری برنامه ها رو بچین که به زودی میام حتما. داری میبینی که تلاش میکنن داورا برای حذفم. رپ فارس و جهانی میکنیم تا همو بترسن. رضا بزا یه جا برنامه ها رو چفا کنم تو لندن. پای فوری برنامه ها رو بچین که به زودی میام حتما. داری میبینی که تلاش میکنن داورا برای حذفم. رپ فارس و جهانی میکنیم تا همو بترسن. رضا بزا یه جا برنامه ها رو چفا کنم تو لندن. سری بعد ما رو دیدی بگو سلام، بگو سلام. از تهران تا لندن با کارهای قوی‌تر ABZ اتحاد از راه دور. توهی با پیش رو اومده، اتحاد از راه دور پیش رو. اگه امروز
پشت میکروفونم دلیل داره، اونا ستاره میشن و نمیدونن در این باره. فقط کمی تکنیکاشون شبیه ماه، همچنان نوجوان پسندن مثل هری پاتر. صبر کن این دو دنیای واقعیته، مایه سره جادوگر یه کارگره. مردم اطراف میفروشنت با یه سر، کسایی که تو رسیدن انگشتاشون لایه دره. ما زحمتو کشیدیم تا این درخت بزرگ شد، نمیخوام میوه یه کارشو مثل احمقا بچینی. رو آهنگات کار کن باید خودت بشی، چون همه چی آماده است فقط باید خودت بدونی. خیلی از اتحاد بین ما میترسن، چون بعد مرگ بچه هامون عین ما میجنگن. ما جون دادیم به این باسی از دهه 80 و امروز این سگ شده مسخره اطفال. روزگار سختیه وقتی توهی مجبوره که آن پسند کار کنه و مثلا چند تا کار بلد اسم کارشو بذارن ناپسند و خودشون برن بخونن از پاهای شاورک قانون. رضا بذار یه جا برنامه ها رو چف بکنم تو لندن ایشالله. پای فوری برنامه ها رو بچین که به زودی میام حتما ایشالله. داری میبینی که تلاش میکنن داورا برای حذفم. رپ فارس رو جهانی میکنیم تا همه